نمایشنامه مرگ در میزند. اثری از وودی آلن. گویندگان شهرام بسحاق در نقش مرگ، امیر مسعود عابدینی در نقش نات اکرمن، تدوین محمود وحید. این دیگه چی بود؟ یا عیسی مسیح، کم مونده بود گردنم بشکنه. شما کی هستی؟ مرگ. کی؟ ببینم میشه بشینم؟ کم مونده بود گردنم بشکنه، مثل برگ دارم میلرزم. شما کی هستی؟ مرگ. ببینم یه لیوان آب پیدا میشه؟ مرگ؟ منظورت چیه مرگ؟ تو چته؟ مگه لباس سیاه و صورت سفیدم رو نمیبینی؟ چرا میبینم؟ ببینم امشب شب جشن قدیسی چیزیه؟ نه نیست. پس من مرگم دیگه. حالا میشه یه لیوان آب یا آب معدنی چیزی بهم بدی؟ این یه جور شوخیه، تو رو خدا اذیتم نکن. ای بابا شوخی چیه دیگه؟ بابا مگه 57 سالت نیست؟ مگه تو نات اکرمن نیستی؟ شماره 118 خیابون پاسیفیک. مگه این که گم کرده باشم؟ این احضارنامه لامصب و کجا گذاشتمش؟ بگنم از من چی میخوای؟ راستشو بگو، تو رو خدا اذیتم نکن. چی میگی تو بابا؟ چی میخوام؟ فکر میکنی چی میخوام آخه؟ حتما شوخیت گرفته. آخه من کاملا سر حال و سالمم. آها میگم جای خوشگلیه ها. خودت درستش کردی؟ یه دکوراتور داشتم، اما خودمم بهش کمک کردم. من از این بچه های چشم درست خیلی خوشم میاد. ببین من فعلا نمیخوام بمیرم. نمیخوای بمیری؟ تو رو خدا شروع نکن که اصلا و ابدا حالشو ندارم. میبینی که از صعود حالت تهوع بهم دست میده. چه صعودی؟ ای بابا از ناودون اومدم بالا. میخواستم خیر شرم یه ورود نمایشی داشته باشم. دیدم پنجره‌های بزرگن و تو هم بیداری و داری مطالعه میکنی. گفتم به زحمتش میارزه. بالا میرم و با یه کمی چیز وارد میشم. همین موقع پاشنه پام گیر کرد به چند تا شاخه مو و این ناودون شکست و آویزون شدم به یه بند. بعدم شنلم شروع کرد به پاره شدن. میگم بیا بریم بابا، انگار از اون شبای سخته. چی؟ تو ناودون منو شکستی؟ شکست؟ یعنی نشکست، یه خورده کج شد. تو چیزی نشنیدی؟ من خوردم زمین. داشتم چیز میخوندم. چی بوده شیشتونگ حواست رفته بوده توش؟ شرقت در مجلس عیاشی؟ میتونم اینو امانت بگیرم؟ نه خیر، هنوز تمومش نکردم. نمیدونم چجوری بهت بگم رفیق. چرا زنگ در خونه رو از پایین نزدی؟ میگم که میتونستم زنگ بزنم، اما کسی اینجوری اقلن یه خورده نمایشی تر شد. تو فاستو خوندی؟ چی رو؟ تازه اگه مهمون داشتی چی؟ تو اینجا با یه مش آدم مهم نشستی؟ اون وقت من که جناب مرگ باشم درست بود زنگ میزدم و راستش در جلویی میومدم بالا. عقلت کجا رفته مرد؟ گوش کن آقا جان، ببین الان دیگه خیلی دیره. ناره راست میگی. پس رفتیم کجا؟ مرگ، همون چیز، سرزمین ابدی. میدونی بدجون زانم زخم شده. اولین کارمه. بعید نیست قانقاریا بگیرم. صبر کن ببینم.
من وقت میخوام، من آماده ای رفتن نیستم. متاسفم، کارش نمیتونم بکنم. میدونی دلم میخواد، اما وقتش همین الانه. چطور ممکنه وقتش همین الان باشه؟ تازه با شرکت مودیس اورژینال به توافق رسیدم. ای بابا، چند دلار بیشتر یا کمتر چه فرقی میکنه؟ معلومه نباید برای جنابالی مهم باشه. حتما برای بچه ها خرج و مخارج شما رو میدن. میخوای را بیفتی یا نه؟ متاسفم، اما باور نمی کنم شما مرگ باشی. چرا؟ انتظار داشتی کی باشه؟ راک هودسن؟ نه، قضیه این نیست. میبخشید که ناامیدتون کردم. عصبانی نشو. چه میدونم، همیشه فکر میکردم تو چه میدونم قدت بلندتر باشه. ببین، من 1.57م، نسبت به وزنم مناسبه. آخه تو یکم شبیه منی. پس میخواستی شبیه کی باشم؟ من مرگ تو هم؟ کمی به هم وقت بده، یه روز دیگه. نمیتونم. توقع داری چی بگم آخه؟ فقط یه روز دیگه، 24 ساعت. آخه این یه روز رو واسه چی میخوای؟ رادیو که گفت فردا بارون میاد. ببینم نمیتونیم یه جوری با هم دیگه کنار بیای؟ چه جوری مثلا؟ تو شطرنج بازی میکنی؟ نه، نمیکنم. یه فیلمی دیدم که تو شطرنج بازی میکردی. ای بابا، حتما کس دیگه ای بوده، چون من شطرنج بازی نمی کنم. جین رامی شاید، اما شطرنج نه. تو چین رانی بازی میکنی؟ من جین رامی بازی میکنم؟ مثل اینه که بپرسی پاریس یه شهره. پس خوب بلدی ها؟ خیلی خوب. الان میگم چی کار میکنم. با من معامله بی معامله ها. ببین، من باهات رامی بازی میکنم. اگه تو بردی فوراً باهات میام، اما اگه من بردم یکم به هم فرصت بده. خیلی کما، فقط یه روز. کی وقت رامی بازی کردن داره آخه؟ ای بابا، تو که خوب بلدی. گرچه احساس میکنم یه دست بازی به جایی بس یالا آقایی کن، یه دست نیم ساعته با هم دیگه میزنیم. میدونی راستش اجازه ندارم. این ورقا کجان؟ سب کن ببینم. قضیه رو انقدر گنده نکن. خیلی خوب باشه، یه کمی بازی میکنیم، به هم آرامش میده. از این کارت پشیمون نمیشی. آفرین. با من مثل ویزیتورا حرف نزنا. ورقا رو بیار، یه آب معدنی فرشکا هم بهم بده، یه چیزی هم بیار باش بخوریم. ناسلامتی مهمون برات اومده. چیپسی، بیسکویت نمکی، چیزی نداری؟ چند تا تیکه کالباس دودی تو دیس طبقه پایین دارم. کالباس؟ ببینم، اگه رئیس جمهور اومده بود خونت چی؟ با اونم کالباس دودی میدادی؟ ای بابا، تو که رئیس جمهور نیستی. ورق بده بابا، نخواستیم. میخوای برای هر امتیازی سنت بدیم بازی جالب تر بشه ها؟ یعنی همین جوریش برات جالب نیست؟ سر پول که باشه بهتر بازی میکنم. هر چی تو بگی نیوت. نات اکرمن. تو اسم منو نمیدونی؟ نیوت نات. سردردی دارم که نگو. ولکن بابا. این 5 میخوای؟ نه. پس فراغ بردار. خدای من، دست من که چیز به درد بخوری نداره. میگم چجوریه؟ چی چجوریه؟ مرگ دیگه. میخواستی چجوری باشه؟ دراز به دراز میفتی و تموم. یعنی بعدش هیچی نیست؟ ای ناقلا، دعا رو نگر داشتی ها. دارم میپرسم بعد مرگ هیچی نیست؟ تو میگی 2. خودت میبینی. پس یه چیزی هست که ببینم. آره؟ خب شاید نباید اونجوری بهت میگفتم. بنداز. جواب گرفتن از تو مثل یه معامله بزرگه. من دارم ورق بازی میکنم. من خیلی خوب، بازی کن. به علاوه دارم پشت سر هم کارت بهت میدم. زیاد در بند رد کردن کارت ها نباش مرد. نیستم، دارم ردیفشون میکنم. ببینم ورق برنده چی بود؟ 4. نکنه میخوای بیای پایین؟
کی گفت میخوام بیام پایین؟ فقط پرسیدم ورق برنده کیه. منم فقط پرسیدم بعد مرگ چیزی هست آدم دلش خوش باشه؟ بازی کن. هیچی نمیتونی بگی؟ خب بگو ما کجا میریم؟ ما؟ راستشو بخوای گوله میشی میافتی اون وسط. نه من طاقتشو ندارم. بگو ببینم دردم داره؟ همش یه ثانیه هم طول نمیکشه. محشره عالیه. من به این احتیاج دارم. کسی که با مودیس اورجینال قاطی میشه. سارا در چه حالن؟ میخوای بیای پایین؟ حالشون خوبه؟ نه دوتاش پیش منه. شوخی میکنی؟ نه جان تو میبازی. یا مسیح مقدس، من فکر کردم تو شیشتا رو جمع میکنی. نه ورق بده. 22 امتیاز بنداز پایین. میگم مرگ حتما باید بیفتم کف اتاق ها؟ نمیشه روی کاناپه باشم یا اصلا ایستاده باشم؟ نه بازی کن. چرا نه؟ برای اینکه میافتی کف اتاق ولم کن. ناسلامتی باید تمرکز داشته باشم من فقط میگم چرا کف اتاق؟ همین. چرا نمیشه همه اون ماجرا وقتی اتفاق بیفته که من کنار کاناپه ایستاده باشم؟ من سعی خودمو میکنم. حالا میتونیم بازی کنیم؟ من فقط همینو ازت میخوام. تو منو یاد مویلف گویتس میندازی. اونم کل شق. من آقا رو یاد مویلف گویتس میندازم؟ مرد حسابی، من یکی از ترسناکترین چهرهایی هستم که میتونی تصورشو بکنی. اون وقت میگی تو رو یاد مویلف گویتس میندازم؟ چه کاره هست این بابا؟ خز فروشه؟ تو هم باید یه همچین خز فروشی میشدی. شیرین سالی $80,000 در میاره. حاشیه دوزه. کارخونه از خودشه. اینم 2 امتیاز دیگه. چی؟ 2 امتیاز. من تموم کردم. تو چی داری؟ دست منو نگو که خیلی خیته. حتما پر از پیکم هست. از بس ور زدی تو. ببینم منظورت چی بود گفتی اولین کارته؟ چه منظوری میتونم داشته باشم آخه؟ یعنی میخوای بگی که قبلا کسی نرفته؟ معلومه که خیلی ها رفتن اما من نبردمشون. پس کی برده؟ اونای دیگه. مگه اونای دیگه هم هستن؟ معلومه، هرکی به شیوه خاص خودش میره. اینو نمیدونستم. چرا تو باید بدونی؟ مگه تو کی هستی؟ یعنی چی من کی هستم؟ یعنی من هیچی نیستم؟ هیچی که نه. تو تولید کننده لباسی، بنابراین اسرار ابدی نمیدونستی چیه. چی داری میگی؟ من دلار در میارم به چه خوشگلی. 2 بچه فرستادم کالج، یکیشون تو کار تبلیغاته، یکیشون هم ازدواج کرده. خونه دارم، ماشین کرایسلر دارم، زنم هر چی میتونسته بخواد داره. کلفت، پالتوپوس، سفر تفریحی. همین الان تو ایدن راکه. روزی $50 خرج میکنه که نزدیک خواهرش باشه. منم قرار هفته دیگه برم پیشش. فکر کردی من کیم؟ یه ولگرد خیابونی؟ خیلی خوب بابا، اقدر نازک نارنجی نبا. آرا کی نازک نارنجیه؟ خوشت میاد پشت سر هم به هم توهین بشه؟ من بهت توهین نکردم. تو نگفتی ازم ناامید شدی؟ چه انتظاری داری؟ انتظار داری واسط موشک هوا کنم؟ نه منظورم اینجور چیزا نبود که. منظورم شخص خودمه. اینکه زیادی کوتولم، اینم اونم. من گفتم تو شبیه منی. انگار سیبی که از وسط نصف کرده باشن. خیلی خوب بابا، ورق بده. مطمئنی ورق بدم؟ 68 50. تو باختی. گفتم نباید اون 9 مینداختم. لعنتی. پس بنابراین تا فردا. یعنی چی تا فردا؟ یه روز مهلت رو من بردم دیگه. پس تنها بذار. خدافظ. وایسا ببینم، تو جدی میگفتی؟ قرار گذاشته بودیم. آره اما من 24 ساعت رو بردم. لطفاً برو تنها بذار. خدافظ. نمیدونستم راستی داریم سر زمان بازی میکنی. از تو بعیده. باید حواستو جمع میکردی.
آخه این 24 ساعت من کجا برم؟ چه فرقی میکنه؟ اصل قضیه اینه که من یه روز دیگه بیشتر زنده میمونم. میخوای چیکار کنم؟ تو خیابونا ویلون و سرگردون بشم؟ یه اتاق تو هتل بگیر، بعدش برو سینما. میتونی یه شولت کرایه کنی و تو خیابونا بچرخی، اما مواظب باش سر و کارت با پلیس فدرال نیفته. میگم دوباره این امتیازها رو بشمار. نه تموم شد. $28 هم به هم بدهکاری. چی؟ بله، بفرما اینهاش، خودت ببین. ببین راستش چند تا تک دلاری بیشتر ندارم. یه به $28 نمیرسه. چکم قبول میکنم. از کدوم حساب؟ منو ببین با کی معامله کردم. برو شکایت کن. آخه مرد حسابی، من کجا میتونم حساب داشته باشم؟ خیلی خوب، فعلا هرچی داری بده، بقیه‌شم میگم حالا. ببین من این پولو لازم دارم. آخه تو پول واسه چی لازم داری؟ هیچ میفهمی چی میگی؟ مگه جنابالی نباید بری اونور؟ خب که چی؟ که چی؟ میدونی چقدر راهه؟ خب باشه. پس بنزین چی؟ وسیله چی؟ مگه با ماشین میریم؟ بعدن میفهمی. ببین من فردا بر میگردم و تو باید به هم فرصت بدی بدهیمو صاف کنم، وگرنه حسابی تو در لشر میفتم. هرچی تو بخوای، سر 2 برابر یا هیچی بازی میکنیم. میتونم یه هفته بگو 1 ماه دیگه هم ازت ببرم. اونجوری که تو بازی میکنی شایدم یه چند سال دیگر رو. بله اون وقت منم تو این مدت ویلون و شیلون و سرگردون. خستم کردی. فردا میبینمت. خداحافظ. میگم هتل خوب کجا پیدا میشه؟ منو بگو، از هتل حرف میزنم. با کدوم پول؟ میرم میشینم تو میدون بیگ فورد. و بیرون. اون روزنامه مال منه، نبر. یکی بگه رسیدی میگرفتی میبردیش، بی خودی شرت گرم رامی شد که چی؟ پایین میری مواظب باش، روی یکی از پلا قالی پوسیده است. خدایا نگاه کن کی رو فرستادن جون ما رو بگیره. الو موی، منم. گوش کن، نمیدونم کی با من شوخیش گرفته یا هر چیز دیگه ای. به هر حال مرگ همین الان اینجا بود. با هم یه خورده جیم رامی بازی کردیم. آره جیم رامی. نه بابا، مرگ خودش بود. شایدم کسی که ادعا میکرد مرگه. موی اگه بدونی چقدر احمق و دست و پا چلفتیه. دست و پا چلفتی عمته. نمیدونم، انگار اینجاست. به هر حال موی، خداحافظ.